but I'm number one. دلیل بند شدن اکانت من برای 24 ساعت به علت یه شاتگان زدم. آخه این درسته؟ همون جوری که رو تایمنیل دیدید اکانتم برای 24 ساعت بند شد. علتش چیه؟ علتش به خاطر این شاتگانه. علتش چیه؟ علت به خاطر اتچمنته که اینجا تو هد 200 تا دمیج میده، توی فاصله 30 متری 124 تا دمیج، تو فاصله 30 متری، تو فاصله 40 متری حدود 94 یا 96 تا دمیج میده. یه اتچمنت دیگه چیده بودم، خواستم اونا بدم، ترسیدم چون توی این رنج 110 تا دمیج میداد به این 93 تا. توی 40 متر چند شاته؟ 2 شات. هلو برای بچه خفن، حالتون چطور؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. من عزیزی هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همون جوری که روی تایمنیل دیدید اکانتم برای 24 ساعت بند شد. نمیدونم چرا ولی میدونم چرا، نمیدونم چه جوری بگم چرا ولی میدونم چه جوری بگم چرا. بگذاریم. شاتگان زدن با این شاتگان فوق العاده سخت. باید ایمتون حداقل بالای 60 باشه از 100. برید یه تست ایم بگیرید، توی گوگل بنویسید میاره. راحت باید بالای 60 رو باشه درصد دقیق ایمتون. خیلی سخته شاتگان زدن باش. من فکر کنم بعد سومین دستی که رفتم اینجوری میزنم. بعد سومین دست، اولین دست که همش میست، دومین دستم میخوردش ولی نمیدونستم چه جوری بزنم. دیگه این سومی هم میخورد ولی میست. ببینید چقدر میست میدم. از هر 15 تا تیری که داره 4 تاش میست میره تا 5 تاست. ببین دمیج باز میست. این دیگه باید بخوره، نخور. یه نیت میندازیم میریم از این ور گیرش بیاریم این ور. نبود اشکال نداره، فدا سرتون. میایم یه ریلود ریز میزنیم، یه خط میگیریم، یه دونه نمیدونم چی میندازیم. اینجا یکی زدم تو سینه‌اش، وان شات. اصلا تیرام از توش رد شد. به صحنه رو آهسته کردم، تیرام از توش دقیقاً رد شد. شاتگان زدم باش خیلی سخته. اتچمنت هم آخر ویدیو براتون میذارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه این ویدیو رو از یوتیوب میبینید لایک و سابسکرایب یادتون نره، ولی اگه از آپارات میبینید لایک و دنبال کردن یادتون نره. من نمیگم بفرستید برای دوستاتون چون میدونم هیچ کی این کارو نمیکنه. همیشه تو هر ویدیویی رو که دیدم میگن بفرستید برای دوستاتون، ولی من هیچ کی رو ندیدم که بفرسته برای یکی از اقوامشون. خب ببینید چه شات های قشنگ ایزی. نگاه از اینجا میست، با اینکه میست دادم نمیدونم چند تا دمیج داد، نه فکر کنم یه 93 شات های. از اینجا ببین وان شد. دقیق بزنی کار اسنایپ ها میکنه برات. دقیقاً خود اسنایپ، این هیچ فرقی با اسنایپ نداره. ببین تیراش چقدر بیزسه. اس اچ پلیرا خوردم، راحت خوردمش. نه نگاه اینجا گفتم نزن. بیا ببین از اسم ببین از این گوشه خیلی گاده. ویدیو تموم شد، باز ویدیو شروع شد. خیلی دوستتون دارم. اگه از یوتیوب میبینی لایک و سابسکرایب یادتون نره، ولی اگه از آپارات میبینی لایک و دنبال کردن یادتون نره. اتچمنت هم دارم آخر ویدیو. خیلی دوستتون دارم.